هستی. آیا کدام روز من حیث پدر برای اولادتان معنای التحیات درس دادین؟ پس فرزند از کجا یاد بگیره؟ خفته را خفته کی کند بیدار. من مطمئن هستم که اگر از 1000 نفر سوال بکنه 995 نفر از او در حالی که 40 سال نماز خوانده معنای التحیات یاد نداره. وقتی که ما نماز لفظ رو میگیم معنایش رو نمیفهمیم و نمازها رو خوانده میریم چی تأثیر میکنه؟ از این خاطر من موضوع خطبه امروز معنای التحیات گرفتم و با در ختم خطبه با فهم التحیات باز شما نماز بخوانین و ببینین امیر در فکرتان بگیرین، باز ببینین که در نمازتان چقدر تغییر میه، چقدر تغییر در نماز میه. وقتی که ما میشینیم در قاعده میگیم التحیات لله، یعنی التحیات و تحیات چی معنی؟ یعنی تمام عبادت های زبانی لله خاص برای الله هست. التحیه آن چیزی که کلمات خوبی را که استعمال میکنی. سلام هم تحیه میگن در زبان عربی. اذا حییتم بتحیه در قرآن آمده است. پس با این عقیده نماز میخوانیم، با این شکل نماز میخوانیم که یا الله تمام عبادت های زبانی اگر ذکر است خاص برای تو هست. اگر من ذکر میکنم خاص برای تو میکنم. اگر من در زبان خود قرآن میخوانم خاص برای تو میخوانم. اگر من صادقانه سخن میگم خاص به خاطر تو سخن میگم. اگر من دروغ نمیگم به خاطر رضایت تو دروغ نمیگم. اگر من سر کس رشخند نمیزنم با زبان خود به خاطر تو نمیزنم. اگر من یک لفظ خوبی را، مثبتی را، درستی را، زیبایی را به یک مسلمان استعمال میکنم خاص به خاطر تو پروردگار این کار میکنم. آیا اصل امی چیز در نماز ما که برای الله در التحیات اما تو یک تعهد میکنیم، چون هر چیزی که در نماز میگیم در مقابل خالق متعال قرار داریم. بر از او تعهد میکنیم که پروردگارا تمام آنچه که از زبان ما هر تحیه ما لله، لام برای تخصیص است. ما بسیار وقت صرف میخوانیم، ما بسیار وقت نحو میخوانیم. او صرف و نحوی که عقیدی ما را جور نکنه چی به درد میخوره؟ بر زبانت حمدگو یا بر دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چیزو؟ وقتی که ما در نحو میخوانیم که لام حرف جر است برای تخصیص میه و در التحیات مییم و میگیم که تمام تحیات خاص است برای کی؟ برای الله. پس ما هیچ لفظ خدا به خاطر رضایت غیر الله استعمال نمیکنیم. التحیات و الصلوات و تمام درودها و تمام عبادتهای عملی به این مفهوم است. تمام عبادات عملی عطف شد برای چی؟ لله. التحیات لله، یعنی تحیه هم خاص برای الله است و عبادتهای عملی هم برای کی است؟ خاص برای الله است. عبادتهای بدنی ما خاص برای الله است. یعنی برای الله تعهد میکنه که پروردگارا ما چشم خدا فقط به خاطر رضایت تو استعمال میکنم، چون چشم ما باید عبادت بکنه، گوش ما باید عبادت بکنه، دست ما باید عبادت بکنه، پای ما باید عبادت بکنه، قلب باید عبادت بکنه. هر عضو بدن انسان ای باید مطابق امر الله استعمال شود و هر عضوتان که مطابق امر الله استعمال میکنین و عضوتان عبادت الله را کرده. پس با چشم عبادت میشه.
نظر کردن به خانه کعبه عبادت چشم است. نظر کردن به قرآن عبادت چشم است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. چی هست؟ عبادت است. الذين يذكرون الله قیاما، عبادت استاده هست، و قعودا، و نشسته هست، و علی جنوبهم، و پهلوی خود خفته، عبادت است. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، عبادت است، تفکر در خلقت آسمان ها و زمین. و بالاخره به نتیجه رسیدن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این کائنات باطل خلق نکردی، سبحانک، پاکیست مر تو را. رسیدن به این نقطه عبادت است. فقنا عذاب النار، پس پروردگار ما را عذاب دوزخ نجات بده. پس وقتی ما میگیم التحیات لله و الصلوات و عبادت های بدنی و جسمی خاص برای الله هست، یا الله ما در مقابل تو در حالت قعده نشستیم، تعهد میکنم که تمام اعضای بدن خود خاص مطابق احکام تو را در حرکت بیارم. باز جرأت میکنی بعد از این تعهد که دروغ بگویی، یا با دست خود کس را اذیت برسانی، یا چشمت در چیز مصروف بسازی که مخالف امر الله هست. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. التحیات لله و الصلوات و الطیبات، چیزهای پاک. التحیات لله و الصلوات لله و الطیبات لله، قولش عین مفهوم میرسه. و عطف است، حکم قبلی بالای دیگه بالای زو عطف میشه. پس تمام عبادت های مالی من طیبات چی است؟ عبادت های مالی من خاص برای الله هست. وقتی انسان تعهد میکنه که پروردگارا من 1 روپیه خودم بغیر از رضایت تو مصرف نمیکنم، و من در این نماز تعهد میکنم که هر چیزی که از مال خودم مصرف میکنم مطابق اوامر تو مصرف میکنم. وقت نماز این قسم با این تعهد خوانده شود، باز نمیگی که من روز دو کردم به خاطر که اودرزادای خیرات کردم، به خاطر کی؟ اودرزادایم. این خیرات نامش تو خیرات ماندی. آیا تو شارع هستی که تو پیغمبر هستی که نام برش اختیار کنی؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم این روز دور خیرات نامیده؟ روز سیر صدقه نامیده؟ شب جمعگیر صدقه نامیده؟ چلا صدقه نامیده؟ سالگیره را عبادت نامیده؟ صدقه نامیده؟ پس معلوم میشه که شما که عبادت میگین، پس شما میفهمین که پیغمبر این دین تکمیل نکرده، تبلیغ نکرده، برای ما نرسانده. پس ما در قرن 4 آمده برای دین چیزهای دیگه رو میچسبانیم. این برچسب های اضافگی بر دین معنای زیر میده که ناقص بود، تکمیل نشده، حالا ما رو تکمیل میکنیم. اما اگر نماز بخوانی که الطیبات لله، پروردگارم هر چیزی که طیب است. کدام مال مصرفش طیب است؟ مالی که مطابق آیات قرآن مصرف شده، او مصرف طیب است، پاک است، مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مصرف شود، او طیب است. آنچه که مطابق نفس مصرف میشه طیب نیست. آنچه که به خاطر اودرزاده و به خاطر بچه کاکا و به خاطر سیال و به خاطر شریک و به خاطر ازی که باز گردن ما بالا شود، رسول الله میگه که من تواضع لله رفعه الله،
کسی که به خاطر الله تواضع بکنه میفهمه که اینی روز دو سبب تکبر میشه، با هم که همه مردم سر ما گپ بزنه تا تکبر ما بشکنه، تا تکبر ما بشکنه، تا غرور ما بشکنه. باید مردم بگه که بسیار متواضعانه بود، محفل فلانی چی بود؟ بسیار متواضعانه بود و محفل فلانی نفر بسیار جابرانه و متکبرانه و فرعون صفت و ابلیس صفت بود. حال مجلس ما متواضعانه باشه و یا متکبرانه. پس التحیات لله والصلوات والطیبات، هر کلمه از اینا انسان در داخل نماز اصلاح می سازن. چرا؟ نماز برای چی هست؟ نماز برای است که ما اگر متوجه شده باشین در نماز هر عضو بدن خودم مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت میتیم. آنچه که پیغمبر بر ما گفته از این اول میگیم الله اکبر الله اکبر، سبحانك اللهم و بحمدک، اللهم بعد بینی و بین خطایای. دعای دیگر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چشم ما باید در کدام طرف ببینه، دست ما با کجا باشه، پای خود با کدام اندازه بگیریم، وقتی که رکوع میکنیم چه قسم رکوع بکنیم، کمر ما ببینید. تمام اعضای بدن خود در نماز مطابق اوامر الله به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم در کار میپردیم. معنایش چی است؟ معنایش چی است که وقت 2 رکعت نمازه خواندی، این نماز باید بعد از ختم نماز در وجود تو امی احکام تطبیق شود. نماز شکل پرکتیک است، کورس است. اعضای بدنت مطابق احکام الله استعمال میکنه. بعد از او باید چی کنی؟ در زندگی نرمالت همین اعضای بدنت باید مطابق حکم الله استعمال شود. اگر ما نماز به می شکل بخوانیم، بازی نمی نمازی است که تنها عن الفحشاء المنکر. تو به الله تعهد کردی که التحیات لله والصلوات لله والطیبات لله. خلاص السلام علیک ایها النبی، ما و شما میگیم سلام بر تو ای پیغمبر اسلام. حالا این پیغمبر اسلام وقتی که ما و شما میگیم السلام علیک ایها النبی، در اینجا باید متوجه باشیم که وقتی ما ایره میگیم اول اینمی قسم نص آمده، وقتی که نص آمد ما نص امون قسم میخوانیم. اما در عقیده ما چی هست که آیا سلام ما پیغمبر مشنوه یا نمشنوه؟ اگر تو عقیده باشه که هر جایی که ما هستیم هر چیز میگیم پیغمبر مشنوه، معنای عزیز که پیغمبر عالم الغیب شد و صفت علم غیب الله را درک کرد. ولی عقیده ما است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در کجا هست؟ در عالم برزخ است. بل احیاء ولکن لا تشعرون. ما زندگی از اونا را احساس نمیتونیم کردن. عند ربهم یرزقون است، در حواصل طیر است. گفته که در جاغورهای پرنده های سبزرنگ ارواح از اونا می باشن و در جنت در حرکت می باشن. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین شما ایشان در عالم برزخ به چه حالتی هستن؟ پس چه قسم درود ما و سلام ما بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسه؟ با مو قسمی که الله از عالم اسباب با عالم غیب میرسانه. او با قدرت الله است و ما شما میفهمیم. اگر من براتون بگم که والا ما که یک دوستم در فرانسه مستقیما گپ زدم و گپای ما برش رسید، اگر در اسکایپ باشم هیچ کس شک نمیکنه. اما نه او دوستم عالم غیب است نه من عالم غیب هستم. وسیله که مخلوق جور کرده تانسته هست که بین یک قاره با قاره دیگه، بین یک مملکت دیگه مملکت انسان میتونه مستقیما امرایش چی کنه؟ صحبت بکنه و امرایش چی کنه؟ تجارت بکنه. مسائل عقد و قرارداد ها را از طریق اسکایپ امرایش بله و نه خیرش بگیره.
پس خالق متعال برای پیغمبر ما درود ما را و سلام ما را میرسانه به همون قسمی که خالق متعال حکمش است، یا توسط ملائکه و یا توسط هر چیزی که باشه. و رحمت الله، ما به پیغمبر خود میگیم سلام بر تو باد و رحمت الله باد و برکاتش. بعض میگیم که السلام علینا، یا الله سلامتی بر ما باشه. چرا نمیگیم من نماز میخوانم سلامتی بر من باشه؟ به خاطر ازی که مسلمان باید در فکر خود خیرخواه باشه. هیچ دعا در قرآن منفردانه بر ما و شما امر نشده. پس میگی پروردگارم مرا و کسایی که در مسجد است کلشان سلامت نگه بدار. اگر باز وقتی در نیتی قسم باشه که مرا و کسایی که در مسجد امرای ما هست کلشان سلامت نگه بدار، باز امکان داره که کسی در پالویت نماز میخوانه و بد تو بیایه که تزود دشمنی داشته باشه، حسب میشه. چرا وجدانن باز متأثر میشی که من خود دروغ گفتم، من خود نفر بدم میایه لکن گفتم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و بر بنده های صالح الله. پس ما و شما کوشش کنیم که صالح باشیم و نیک باشیم تا ای که دعای هر کس در نماز الله در حق ما بپذیره. پس من عقیده دارم که هر کدام تا نماز میخوانین و ما در مسجد که تا نستم شما برای ما دعا کردیم، شما برادرای ما هستید، شما خیرخواه برای ما هستید و شما را ما باید به خاطر رضایت الله دوست داشته باشیم. چون معنای التحیات همین چیز شد. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اشهدو، باز تا آخرش میگه که اشهدو، ما شهادت میدم و اعتراف میکنم و تعهد میکنم الله اله، به این اعتراف میکنم که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و شریعت و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر ذات الله. وقتی من این تعهد در نماز کردم که پروردگارا بغیر ذات تو به کسی دیگه عبادت نمی کنم، این تعهد اول. تعهد دوم، یا الله بغیر شریعت تو شریعت و قانون کسی دیگه بالای خود تطبیق نمی کنم. پس چطور میشه که باز انسان بخیزه؟ انسانی که نماز واقعی میخوانه باز چطور میتونه که بگه مثلا به دموکراسی باور دارم، من با سوسیالیسم باور دارم، من به کمونیسم باور دارم؟ چرا این سوسیالیسم و کمونیسم و دموکراسی کلش نظامهای طاغوتی است که اونا حاکمیت و تطبیق قوانین برای کی میتن؟ برای انسان میتن. حکومت انسان، توسط انسان، برای انسان. این یک تعریف طاغوتی است که حاکمیت از خالق گرفته برای مخلوق تسلیم میکنه و این عقیدهش است. و تو در نمازت میگی که اشهد ان لا اله، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و احکامش تطبیق شود الا الله. و باز میگی اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و ما ایره هم شهادت میدم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله هست. پس کسانی که محمد صلی الله علیه و سلم از چوکات بندگی میکشن در نماز بازی تعهد خود شکستان دیگه. این معنای نماز سر از او تاثیر نکرده. از خاطر رسول الله میگه که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، زیاد مرا توصیف نکنین، زیاد ناتخوانی نکنین، زیاد شیرخوانی نکنین، زیاد قصیده سرایی نکنین که ای فلانی و تو حرش میهی و تو فرش میهی و تو آسمانو میهی و باز بالاخره ما به صدرت المنتها رسیده ایم و از صدرت المنتها 100,000 سال آن سو بگذشته ایم و این گپار در شأن مخلوقی که فقط به مو اندازه که اون مخلوق است. نور عرش الله خیلی وقتی که مخلوق نبود، پیغمبر نبود، عرش الله نور نداشت؟
بعضی اوقات اینی را بعضی از درودها هست، شما بعضی از درودهایی که مردم ساختن این درودها را سعی کنین در این درودها مخالف است. این درودها با اینمی عبارته که اشهد ان محمدا عبده، بنده الله است. رسول الله میگه که لا تطرونی، زیاد مرا توصیف نکنین که ما اطرت النصارى، مثل که نصرانی ها زیاد توصیف کردن ابن مریم، پسر مریم، بالاخره او را از ناسوت کشیدن لاهوت ساختنش، از انسانیت کشیدن او را به اله بودن کشیدن. ناسوت و لاهوت چی مانا؟ از انسانیت خلاص شد رفت اله شد. پس صفات الله برای مخلوق نتین. چرا در نماز خواندیم که اشهد ان محمدا عبده و رسوله، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول الله و فرستاده الله است. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.